برو بیرون برو بیرون. اصلا دارم صحبت میکنم. شما مگه جای امیرالمومنین علی نشستین اونجا؟ مگه نباید عدالت رو برقرار کنیم؟ چه عدالتیه؟ اسم چه عدالت علی بالیه؟ اسم حضرت علی اینجا نگیری. یعنی چی؟ نگاه کن منو. این گزارش پزشک قانونیه. دست بچه‌ت مو برداشته. چه جوری زدی که دستش مو برداشته؟ دست بچه من آقای قاضی به خدا دست بچه من. صورت بچه منو ببین چیکار کرده، خدا ازت نگذره. آقای قاضی این بچه هست. یه عروسا که خیلی شب بازی تو رو خدا نگاش کنید. من از شما سلب حضانت میکنم راجع به کودک و حضانتشو به مادرش میدم. چرا قاسم این رأی قبول ندارم؟ چرا قاسم چه حرفی داری میزنی؟ شما حق نداری پسر من بدوسی. مادر نی واقعا ناماده یعنی چی؟ تو صلاحیت داری تو این اصلا دارم صحبت میکنم. کدوم صحبت؟ چجوری شما میتونی این چه قانونیه؟